خب آپدیتی که وحید عزیز 2-3 ساعت پیش از بدن خودش حالا توی پیجش هم گذاشته، من عکسش هم میذارم میتونید ببینید. نشون دهنده خیلی از موارد هست. 7 هفته مونده تا استیج. آمادگی بدن وحید رو میتونید ببینید و خیلی راحت متوجه میشید که سطح آمادگی بدنی یک ورزشکار حرفه‌ای در طی 1 سال باید به چه شکلی باشه. حالا اون دوستانی که اهل فن هستن میدونن که ورزشکار دیگه بدون استرس میتونه به هر استیجی فکر کنه و حالا با کیفیت خیلی بالا تو این استیج قرار بگیره. المپیای امسال هم قطعاً جای وحید خیلی خالیه. من آرزوی موفقیت میکنم برای دوستان دیگه که حالا تو این عرصه دارن رقابت میکنن، اما خیلی راحت میتونید از الان مقایسه کنید که چرا من بارها گفتم وحید بادپایی در کلاسیک ایران تکرار نشدنی هستش و همیشه الماس حتی با طلا و فلزات دیگه قابل مقایسه نیست.